امروز در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان در حاشیه بررسی قانون درباره قرض یا کردیت یک بحث تند و تیز میان وکیلان پارلمان و رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده به پا خست که این یکی از بحث‌های کم سابقه ترین در پارلمان تاجیکستان می شود گفت. در هنگام بررسی این طرح قانون شخصا رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهورزاده با نگرانی عمیق گفت که امروز بانک ها هنگام برگرداندن قرض مردم که اون قرضاری که از مردم دارند خیلی مشکلی کشیده ایستادند و ناتوانی کرده ایستادند و مردم را سخت نگران کردند که یک دردسر هم برای دولت هم برای مقامات های تاجیکستان به وجود آمده است. از جمله شکرجان ظهورов رئیس بانک ملی تاجیکستان را 2 هفته مهلت داد که در ظرف این 2 هفته باید روی خط و وضع فعلی قرضداری بانک ها و خود امکانات بانک ها را بررسی کند و شخصا به خود شکرجان ظهورov پیشنهاد کند. از جمله هنگام بررسی این طرح قانون و قرضداری بانک ها رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان عضو پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمانوف پیشنهاد کرد که اگر رئیس بانک ملی تاجیکستان نمیتواند که این مسئله را به زودترین فرصت حل کند باید به استعفا رود. مثلا من به شخصیت رهبریت بانک ملی مثلا یکم اراده ندارم. خب بهترین انسان هستند، دوست‌های خوب هستند، مثلا در نسبت اولوی خشتابوری دوستی بهترین شخص است، لیکن در حال به میان آمده ببینید بعضی صفات‌های راهبری مثلا در یک سطح کمبودی خودش نشان داده ایستاده است. خب ما دعوت کردیم که بانک ملی همین حالتی که به میان آمده است همین حل میکند یا که به استعفا میرود، او باید انتخاب کند. راه حل دارد. من فکر میکنم پروفسیونالیسم و امکانات رزرو دیگری که دارد بانک ملی، رئیس بانک ملی، جانشینان بانک ملی میتوانند. باید مسئولیت باید یک بار دیگر به دوش بگیرن که این درد ملت است، مردم عذاب میکشد. خب همون برای ما وکیلان وقتی که واقعی با مردم میریم همین درد میکند که اونا حکومت جمهوری میگن، ما نمیتونیم همین را گوش کرده، چون که حکومت شخصا پیشروی ملت برای همین ملت برای همین دولت تمام کار کرده است. گپ در سر متخصصین صلاحیت کاردانی متخصص میرود. متخصص باید یا کار کند یا استعفا برود. همین طور بحث تند و تیز ادامه کرد و با مسئله خصوصا بانک هایی که نام برده شد از جمله تاجیک سودار بانک، آگرا اینوست بانک و دیگر بانک هایی که از مردم قرضدار هستند و نمیتوانند حتی تا 3000 تا 2000 سامانه را برگردانند. امروز این ناآرامی که در نزد بانک ها جای دارد و این ناآرامی که مردم میخواد که از بانک ها پول خودشون را سری وقت برگردانند یک همچنان از موضوعات مورد بحث این امروز مجلس نمایندگان قرار داشت. میرزا نبی خالقزاد، امردین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.